بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. امروز روز دوم ماه رمضان است و شاید برخی از ما احساس خستگی یا کمبود انرژی کنیم، اما باید بدانیم که رمضان یک فرصت بزرگ برای تقویت ایمان و روحیه است. امروز می خواهیم نکاتی را با هم مرور کنیم که چگونه می توانیم با انرژی و روحیه های مثبت روزه بگیریم و از این ماه پربرکت بهترین استفاده را ببریم. اولین چیزی که باید در روزهای رمضان در نظر داشته باشیم مدیریت انرژی جسمانی است. بدن ما در این ماه با تغییرات روبرو می شود و باید مراقب باشیم که از نظر جسمی آماده باشیم. و الله متعال در سوره بقره آیت 183 می فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض شده است، همان طوری که بر کسانی که قبل از شما بودند فرض شده بود، باشد که تقوا پیشه کنید. ماه رمضان نه تنها فرصت برای پاکسازی بدن است، بلکه فرصت عالی برای پاکسازی روح و تقویت ارتباط با خداوند متعال است. در روز دوم ماه رمضان باید از نظر روحی و معنوی هم آمادگی داشته باشیم، مثلا تمرکز بر برکات رمضان. و یاد بیاورید که روزه گرفتن نه تنها یک وظیفه دینی است، بلکه فرصت برای تقویت صبر، تقویت ایمان و تقرب به خداوند است. هر روزی که می‌گذرد به خود یادآوری کنید که این ماه بهترین فرصت برای پاکسازی روح است. دعاهای روزانه در روز دوم رمضان با دعاهای کوتاه مثل دعای افتتاح یا دعای کمیل آغاز کنید. این دعاها به شما کمک می‌کنند که در طول روزه روحیه های شاداب و انرژی مثبت داشته باشید. علاوه بر این، ذکرهای کوتاه مانند سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر در طول روز می تواند احساس خوبی در شما ایجاد کند. یک نکته بسیار مهم که باید در طول ماه رمضان به آن توجه کنیم مدیریت زمان و استراحت کافی است. استراحت بین عبادات در طول روزهای روزه‌داری باید زمانهایی را برای استراحت در نظر بگیریم. از نظر جسمانی احساس و راحتی کنیم. اولویت بندی عبادات در این ماه مبارک بهتر است که اولویت ها را مشخص کنیم. وقت بیشتری را برای نماز خواندن، قرآن خواندن و دعا اختصاص بدهیم و از انجام کارهای روزمره و با حواس پرتی خودداری کنیم. پس بدان ای خواهرم، روز دوم رمضان است و شاید همچنان برخی چالش ها و سختی ها مواجه باشیم، اما باید بدانیم که خداوند متعال در این ماه رحمت و برکت خود را و ما ارزانی می دارد. با داشتن انگیزه، برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت انرژی می توانیم با روحیه مثبت و انرژی بالای این ماه مبارک را سپری کنیم. یادمان باشد که رمضان فقط فرصت برای روزه گرفتن نیست، بلکه رمضان است برای تجلی روحی، تغییرات معنوی و نزدیکی به خداوند.